کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که نیمه دوم روز 16 مای تخمینا ساعت‌های 16:27 سه کودک نابالغ از جمله دو اکه و دودر در دریای دوشنبه غرق شدند. این نهاد بی‌پروایی والدان و به نظارت گذاشتن فرزندان را سبب این فاجعه نامیده است. کودکان یکی 11 ساله، دومی 8 ساله و سومی 7 ساله بوده. قریبی‌های عصر هنگام آببازی در محله گلبوته در شفت کارخانه کارکرد قم و شغل دریا به کام مجرای خروشان رود دوشنبه رفتند. شهروند قربانعلی میرزایف که اتفاقا از این موضع میگذشت خود را به دریا زده توانسته است دو نفر آنها برادران محمد رسول و محمد جان را از آب بیرون آورد، ولی متاسفانه یکی از آنها الکی جان داده بود. دومی را فوراً به بیمارخانه استقلال انتقال دادند و حالا در شعبه ایای این بیمارخانه بستری است. دسته نجات دهندگان نیز به جای حادثه رسیده ساعت 19:19 جسد نورس سیام را از آب پیدا کرده به مقامات حفظ حقوق سپاریدند. بنا به آمار کمیته حالتهای فوق‌العاده در 4 ماه اول سال 2021 در کل دریاهای تاجیکستان 19 نفر از جمله 9 نابالغ جان باختند. از اول ماه مای الکی درباره هلاکت دست کم 5 کودک دیگر تنها در دوشنبه گزارش شده است.